فصل سوم، احساسها و راههای فرار از درد. احساسها توقع نداشته باشیم که عشق جریانی همیشگی باشد. تمام احساسها در دنیا ناپایدار هستند. پس نمیتوان توقع داشت که عشق و دوست داشتن یک جریان همیشگی باشد و وقتی در دنیایی زندگی میکنیم که پر از اتفاقها و حوادث غیرقابل پیش بینی است، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم همیشه احساس خوشبختی و عشق کنیم. ما با یک احساس خوشبختی و خوشحالی همیشگی به دنیا نیامده‌ایم. ما با ترکیبی از احساسها به دنیا آمده‌ایم و تمام این احساسات تابع قانون کلی جهان هستند. همه چیز ناپایدار است، حتی عشق و صمیمیت. همه چیز ناپایدار است، حتی غم و خشم. پس حالا که همه چیز ناپایدار است، چه چیزی موجب بقای رابطه‌های طولانی مدت می شود؟ بستر مناسب بقای رابطه‌های طولانی مدت در صمیمیت‌های ناپایدار اما تکرار شونده است. صمیمیت عمیق و شفابخش زمانی در رابطه ایجاد می شود که هر دو نفر لحظه‌ای کوتاه همدیگر را درک می کنند و جهانشان با هم یکی می شود. در این حالت هر دو نفر می دانند که چقدر درک کردن و درک شدن آنها را در معرض آسیب قرار می دهد. اما آنها انتخاب می کنند که صادق باشند و صمیمی. آنها صمیمیت را انتخاب می کنند. در واقع ما در اوج حس کردن صمیمیت، اوج ترسیدن هم حس می کنیم. شاید کمی عجیب باشد، اما عمیق‌ترین لحظه‌های صمیمیت ترسناک‌ترین هم هستند، چون ما نمی‌دانیم بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد و رابطه به چه سمتی خواهد رفت. همین صمیمیت‌های پایدار اما عمیق در دراز مدت شبیه تارهای نازک اما محکم می شود که باعث بقای رابطه می شود. تارهایی که آدمهای رابطه را در کنار هم نگه می دارد و دل آنها را به بودن در کنار هم گرم می کند. صمیمیت نوعی روراستی با درون خودمان و آدم روبرویمان است. نوعی اعتماد کردن به جریانی است که خیلی قابل پیش بینی نیست. معلوم نیست بعد از تجربه صمیمیت چه کار می‌کنیم. آیا در رابطه می‌مانیم؟ آیا از همین صداقت استفاده نمی‌کنیم که ضربه بزنیم؟ آیا امن باقی خواهیم ماند؟ معلوم نیست. به هر حال در هر صمیمیتی ریسک کم وجود دارد. آدم‌ها ممکن است قابل پیش بینی نباشند. ما هم قابل پیش بینی نیستیم. آدم صمیمی دیروز امروز می‌تواند سردترین باشد اما ارزشش را دارد. صمیمیت‌ها شفابخشند. ما احتیاج داریم که صمیمیت را حس کنیم، درک شویم و درک کنیم. تمام رابطه‌های طولانی مدت و موفق حاصل فراز و نشیب‌های زیاد هستند. ما همه تعارض داریم و همه پر از نقص و کاستی هستیم. مهم نیست چقدر تلاش می‌کنیم که ظاهرمان بی‌نقص و خوشبختیمان همیشگی به نظر برسد. مهم این است که به این حقیقت آگاه باشیم که همه چیز ناپایدار است و همه آدم‌ها شبیه به ما حس می‌کنند و اگر با همین آگاهی وارد رابطه‌هایمان شویم، انتظاراتمان از روابط و احساساتمان منطقی‌تر خواهد بود. آلوده نفرت و خشم آدم‌ها نشویم. خود را آلوده نفرت و خشم آدم‌ها نکنیم. چشم‌های ما دنیای درونی ما را نشان می‌دهند
و چشمهای ما آنطور که ذهن ما فکر می کنند و تقسیم می کنند به دنیا و اتفاقهای آن نگاه می کنند. گویی که چشمهایمان به دنیای دیگر متصل هستند و بسیاری از تصاویر آنطور که به واقع وجود دارند وارد مغز ما نمی شوند. اگر در جهان درونی ما نفرت، خشم و قضاوت بی انتها وجود داشته باشد، به احتمال بسیار زیاد آدم‌ها رفتارهایشان همه در جهت آن خشم درون ما معنا پیدا می‌کند. مثلا بسیاری از رفتارهای خوب یک آدم را نمی‌توانیم وارد مغزمان کنیم و فقط منتظر هستیم تا رفتاری انجام دهد که بتوانیم منظور خاصی را برداشت کنیم و متوجه شویم می‌خواهد حمله کند. سپس توجیه خوبی داریم که خشمگین باشیم. حالا که خشمگین هستیم مجوز حمله داریم و می‌توانیم قضاوت کنیم و متنفر باشیم. بله، اینها همه به اشتباه مجوزهای خشم هستند. کافی است دلیلی داشته باشیم تا خشمگین شویم. حالا تمام این رفتارها مجاز می‌شوند و ما می‌توانیم کمی خشم و نفرت درونی خودمان را خالی کنیم، در صورتی که ما در همه حال باید حواسمان باشد که احترام بگذاریم، حتی اگر احساسهای بسیار ناخوشایندی را نسبت به فرد مقابل تجربه می‌کنیم. دنیای درونی آدم‌ها همیشه پنهان و درونی نیست. در بسیاری از رفتارها، صحبت کردن، برخوردها و کلمات ما دنیای درونی ما را لو می‌دهد. خیلی سخت نیست که دنیای درونیمان را بشناسیم و اغلب این شناخت می‌تواند به شدت ما را متعجب کند، حتی گاهی بترساند. وقتی به تفسیرهایمان از ماجراها و آدمها دقت کنیم و یا به حرف زدنها و کلماتمان توجه کنیم، می توانیم گوشه‌ای از درونمان را ببینیم. آنجاست که صادق بودن با خودمان سخت‌ترین کار دنیا می شود. ممکن است سوالهای زیادی از خود داشته باشیم، مثل چرا اینقدر خشمگین هستم؟ چرا اینقدر احساس می کنم آدم‌ها قرار است به من آسیب بزنند؟ چرا من اینقدر متنفرم؟ چرا هیچ رفتاری را باور نمی کنم و نمی توانم فکر کنم که آدم‌ها دروغ نمی گویند؟ چرا با آدم‌ها صمیمی نمی‌شوم؟ چرا اینقدر حسادت می‌کنم؟ و هزاران چرای دیگر. اگر به این نقطه رسیدید که می توانید دنیای درونی خودتان را تا حدودی ببینید، حالا وقت آن است که مهربان باشید و به خودتان نزدیکتر شوید. نگاه کنید به آدمی که روبروی شما قرار گرفته است و در آینه به شما خیره شده است. خاطراتتان را مرور کنید. این آدمی که به ظاهر رفتارهای مشکل آفرین دارد، ناسازگار است، متنفر است، خشمگین است و دائم قضاوت می کند. تجربه های تلخی داشته است که امروز این رفتارها را انجام می دهد. این آدمی که روبروی شماست زخم خورده است که حالا این چنین سعی می کند حمله کند، زخم بزند و از خودش دفاع کند. این آدما جایی در مسیر زندگیشان درست با همین شیوه رفتار امروزشان مورد قضاوت، تحقیر، خشم و نفرت قرار گرفتند. اگر خاطره های مرتبط را پیدا کردید، توصیه می کنم آنها را بنویسید با جزئیات تا جایی که ذهنتان یاری می کند. البته حواستان باشد که هدف از این کار پیدا کردن مقصر نیست. هدف تغییر الگوی رفتاری ما با خودمان است. زمانی دیگران با ما به شیوهی مخرب برخورد کردند، هدف این است که اگر امروز ما داریم همان شیوه را تکرار می کنیم،
متوقف کنید. بنویسید چند سالتون بود. چه رفتاری با شما کردند که هضم آن برای شما سخت بود؟ کجا مملو از خشم و نفرت شدید؟ کجا مورد قضاوت قرار گرفتید که حقتان نبود؟ کجا در اوج صمیمیت پشتتان خالی شد؟ چه احساسی داشتید؟ اگر الان که می نویسید احساس خاصی دارید، احساس را با جزئیات بنویسید. هرچه خاطراتی را که در سن پایین تر اتفاق افتاده باشد پیدا کنید، بهتر است. معمولاً سخت‌ترین خاطره‌های ما به رفتار آدم‌های مهم زندگی ما در کودکی تا نوجوانی برمیگردد. اگر خاطره‌ها را پیدا کردید، رفتارهای آن آدم‌ها را با خودتان بنویسید و ببینید آیا امروز شما آن رفتارها را با دیگران انجام می‌دهید؟ مهمتر از آن با خودتان چطور؟ اگر جوابتان مثبت است، شما آلوده خشم و نفرت دیگران شده اید و رفتارهای امروزتان مربوط به شخصیت اصیل شما نیست. اگر پیدا کردید خاطراتتان را مرور کنید. بنویسید آدم‌هایی که با شما خوب رفتار نکردند را در همان خاطره از خودتان جدا کنید. شبیه آن آدم‌ها از خود اطرافیانتان انتقام نگیرید که این انتقام فقط شما را از درون تنها تر خواهد کرد. این انتقام شما را از خود واقعی که هستید دور می‌کند. شما را با خودتان غریبه می‌کند. آدم‌های زیادی را دلشکسته می‌کند و ناآرامتان می‌کند. اگر فهمیدید که آلوده شده اید، فقط کافی است که آگاه باشید که رفتارهایشان شبیه به شما نیست و شبیه به دیگرانی است که قبل‌تر به شما آسیب زده‌اند و تصمیم بگیرید شبیه به خودی که دوست دارید باشید رفتار کنید. آنگاه آرام آرام آلودگی از بدنتان خارج می شود و ذهنتان واقعیت‌ها را آنطور که هست می بیند. به عمر بسیار کوتاه شاد بودن توجه کنید. شادی با اینکه عمیق در جان ما می نشیند، اما عمر بسیار کوتاهی دارد و البته زیباییش هم در همین رفت آمدهای ناپایدار است. شادی اهل ماندن نیست، اهل گذر کردن است، اهل دل نبستن و برای حس کردنهای گاه و بیگاهش باید به ذاتش آشنا بود تا همان مدت اندکی که مهمان ماست حسش کنی. درست شبیه به ذاتش، حس کردن عمیق اما کوتاه. شادی کوتاه است اما اثرات دراز مدتی بر جسم ما می‌گذارد. شادی‌های بسیار عمیق شاید کمتر از 48 ساعت عمر داشته باشند، اما همان مدت کوتاه کافی است تا پاهایمان جان بگیرند و امیدی سالم در درونمان رشد کند. تفاوت امید واهی با امید سالم در همین است. امیدهای سالم از شادیهای اصیل و عمیق به وجود می آیند، اما امیدهای واهی از توهم و رویا به وجود می آیند. امیدهای سالم ذهن و هدفهای ما را جهت می دهند و مسیرهای سخت را روشن می کنند. بدون مثبت اندیشی فریبنده و غیر واقعی. اما امیدهای واهی در هر شرایطی بیشتر به ما آسیب می‌زند و رمق را از پاهایمان می‌گیرد. امیدهای سالم ما را انعطاف پذیر می‌کنند، تحمل ما را بالا می‌برند و به ما کمک می‌کنند تا در هر شرایطی راه حلی برای رشد پیدا کنیم. اما امیدهای واهی ناگهان جهان را برای ما تیره و تار می کنند و تحمل ما را بسیار کم و احتمالاً راهی جز فرار و یا در آرزو فرو رفتن و حسرت خوردن برای ما نمیگذارند. شادی جریانی عمیق و رهایی بخش است که از قفسه سینه شروع می شود و تمام بدن را در بر می گیرد.
در دستها شوق آغوش و لمس کردن حس می‌کنیم. در گلو آواز و خنده و فریاد لذت بخش حس می‌کنیم و در پاهایمان قدرتی حس می‌کنیم که گویی می‌خواهیم در دشتی سرسبز و وسیع بدویم و پایکوبی کنیم. شادی‌های اصیل را همه حس می‌کنند. موجی از عشق دارد، می‌آید و قلب‌هایمان را تسخیر می‌کند و می‌رود. در اندوه جهان سنگین می‌شود. 1. وقتی اندوهگین هستیم به نظر می‌رسد این غم همیشگی باشد. به نظر می‌رسد پایان شب به صبح وصل نمی‌شود. به نظر می‌رسد کسی شبیه ما این غم را تجربه نمی‌کند. اما یکی از واقعیت‌های زندگی این است که هیچ چیز باقی نمی‌ماند. هیچ چیز ابدی نیست. نه لبخندهای از ته دل و نه غمهای نفسگیر. تمام می شود. هر احساس پایانی دارد. اجازه ندهیم این ذهنمان ما را گیر بیندازد. بگذاریم در جریان این آمدنها و رفتنها، در میان این شادیها و غمها زندگی کنیم. زندگی امتداد و تکرار این احساس هاست. همراهشان باشیم و در هیچ کدامشان گیر نکنیم. در لحظه ها زندگی کنیم اما به هیچ لحظه ای دل نبندیم. گذر کنیم و با تمام وجود ثانیه بعد را در آغوش بکشیم. اگر در غم هستید تمام می شود. سخت است اما تمام می شود و دوباره می خندید. در اندوه جهان سنگین می شود و زمان کند می گذرد. اما در نهایت گذر می کند. در سالگردها و ماه‌های شخصی که در آن اتفاقهای تلخی رخ داده، ما اندوه و اضطراب را دوباره تجربه خواهیم کرد. چون بدن حتی به صورت ناهوشیار نزدیک شدن تداعی زمانی خاص را متوجه می شود. نزدیک شدن به سال روزی تلخ به همین علت در نزدیک شدن به سالگردهای تلخ از حضور اندوه ناامید نشوید. غم و اضطراب می آید و بعد از چند روز می رود و هر سال این اندوه قابل تحمل تر می شود. 2. اندوه که به گلو می رسد بغض می شود. به سر که می رسد از چشم ها سرازیر می شود و وقتی فراتر از بدن باشد ما را از زمان جدا می کند. حجم اندوه که زیاد باشد سرریز می شود. به بعد دیگری از زمان و ما را هم با خودش می برد. به بعد دیگری، گویی ما را آماده می کند تا بتوانیم با حجم اندوه کنار بیاییم. بعد دیگری از زمان، مخلوطی از گذشته و مرور خاطره ها و توهم اکنونی که اندوه و اتفاق تلخی در آن رخ نداده است. بعدی از زمان که ساخته ذهن است تا واقعیت را انکار کند. همین بعد ما را از زمان اکنون جدا می کند. گویی که وجود نداریم، هستیم اما نیستیم و همین بعد آرام آرام ما را آماده می کند که برگردیم و دوباره در اکنون قرار بگیریم، با این تفاوت که وقتی برمیگردیم توانایی تحمل اندوه را خواهیم داشت. حسادت می تواند نوعی از خشم باشد. او در مقابل ماست، می خندد و چیزهایی دارد که ما آرزویش را داریم. ناگهان احساسهای ما در هم می پیچد. چیزی در درونمان می جوشد و عصبانیت آن را حس می کنیم. دیدن زندگی او ناراحتشان می کند و اینجاست که این هیجان تلخ درونی ما را به سمت رفتارهای خاص سوق می دهد. این رفتارها در دراز مدت اثر خودش را می گذارد. رابطه بین فردیمان تغییر می کند. ما به دلایل مختلفی
توجیهی برای رفتارهای ضد و نقیصمان در مقابل او پیدا می‌کنیم، اما از درون می‌دانیم که او دیگر دوست ما نیست. او یک تهدید است. این حس حسادت است. دو نگاه در مورد حسادت وجود دارد که با هم مرور می‌کنیم. 1. پروفسور رولف دوبلی معتقد است که اگر خوشبختی و آزادی را به طور مساوی در دنیا تقسیم کنند، دیگر حسادتی وجود نخواهد داشت، زیرا هر جا که تفاوتی باشد، ریشه حسادت کاشته شده است. او میگوید از آنجا که بشر همیشه سعی دارد خودش را بهتر از دیگران نشان دهد و تمام سعی و کوشش او در پی ثابت کردن این است که او غیر از دیگری است و خود را در همین تفاوت میشناسد، به هیچ وجه مایل نیست که دیگری بیشتر از او داشته باشد، زیرا این باعث ارزیابی بیکفایتی در مورد خود و در نتیجه شرمندگی او می شود. به همین دلیل حسادت یک همراه دائمی برای بشر بوده است. 2. در نگاه دوم، الیزابت بوین میگوید حسادت چیزی نیست غیر از احساس تنهایی در مقابل دشمن که لبخند بر لب دارد. ما زمانی حسادتمان اوج میگیرد که آن فرد در مقابل ما قرار گیرد. در مقابل بودن به ما این تصور میدهد که آن فرد دشمن است و این دشمن چیزهایی دارد که ما نداریم و این ما را ناراحت میکند. به یاد داشته باشید شما فقط در مورد موضوعاتی حسادت می کنید که برایتان ارزش محسوب می شود، اما آن را ندارید و دیگران دارند. مثلا اگر ماشین داشتن ارزش باشد، به ماشیندارها حسادت می کنید. ذهن ما همیشه به دنبال یک دشمن ذهنی می گردد. حالا دشمن در مقابل اوست و می خندد. در دام این تصویرسازی‌های ذهنی و دشمن تراشی‌های مقطعی گرفتار نشویم. اگر ما از درون، از خودمان و چیزی که هستیم با تمام کاستی‌ها راضی باشیم، ذهنمان اینقدر سریع به دنبال دشمن نمی‌گردد. برای اینکه این دشمن سازی را کنترل کنیم، لازم است در تصویر ذهنیمان تغییری به وجود بیاوریم. آدم مقابل را برداریم و در کنارمان قرار دهیم. درست شانه به شانه شویم. وقتی کسی در کنار ما باشد، ذهن او را دوست می‌شناسد. حواسمان به دشمن‌هایمان باشد. احتمالاً آنها زمانی دوستانمان بودند. دقت کنید، هر از گاهی موقعیت دشمن ذهنیمان را تغییر دهیم و آنها را در کنار خود قرار دهیم. ترس‌هایی که همسن خودمان نیستند. گاهی ترس‌هایی داریم که همسن خودمان نیستند. انگار کسی در درون ماست که همسن ما نیست. انگار بخشی از ما کوچکتر از خود ماست و دنیا را از دید یک کودک به ما نشان می‌دهد و احتمالاً آن کودک باید بسیار ترسیده باشد که این گونه ترس را به ما القا می‌کند. گاهی تمام ترس‌های بزرگ ما به خاطراتی برمیگردد که در ابتدا منتظر بودیم که کسی به ما کمک کند یا ترسیده بودیم که به خاطر رفتار تنبیه شویم و بخش دردناک ماجرا آنجاست که وقتی میشویم همچنان میترسیم برای هر کاری تنبیه شویم. میترسیم اشتباه کنیم، میترسیم انتخاب کنیم، میترسیم تصمیم بگیریم، میترسیم رابطه ای را شروع و یا تمام کنیم. یقیناً وقتی دنیای درونیمان را کسی کوچکتر از خودمان اداره کند، ما هم خواهیم ترسید. حقیقت این است که آدم‌ها می‌توانستند در کودکی ما را بترسانند، ما را ترک کنند، ما را تنبیه کنند یا ما را دوست نداشته باشند.
آدم‌ها می‌توانستند و اختیار داشتند که دنیا را آنگونه که خود دیدند به آدم درونیمان تحمیل کنند. اما امروز دیگر بزرگ شده‌ایم. حالا آدم درونی ما در اختیار ماست. حالا ما سرپرست او هستیم. حالا ما قرار است دنیا را برای او به تصویر بکشیم. حالا ما قرار است او را بترسانیم یا حمایتش کنیم که تجربه کند، که بزرگ شود، که رشد کند و همسن ما شود. حالا او ما را دارد. حالا ما قرار است او را دوست داشته باشیم. اگر به او اهمیت بدهیم، او آرام آرام بزرگ می شود و می داند هر تجربه ای داشته باشد ما حامیش هستیم و دوستش خواهیم داشت. اگر او را تنها نگذاریم، او هم سن اکنون ما خواهد شد و آن روز ما با او که بهترین دوست ماست بدون ترس زندگی را تجربه می کنیم، با آدمی همسن خودمان در درون خودمان. در ترسیدن هیچ مشکلی وجود ندارد. ترس یک احساس طبیعی است، اما باید بدانیم که ما در بیشتر مواقع برای تجربه دنیا ناگزیر می ترسیم. ترسیدن به معنای احتیاط است، نه کلاً منفعل شدن و هیچ کاری نکردن. بترسیم و با ترسی پخته جلو برویم. ترس میتواند شوق را بگیرد. ما همه آدم‌هایی را می‌شناسیم که از ترس اینکه مبادا چیزهای زیادی از دست بدهند با شور و شوق وارد زندگی نمی‌شوند. در نتیجه آدم‌هایی کرخت و بی‌عملی می‌شوند. ترس از دست دادن فقط به آدم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از مواقع ما لذت‌ها را قبل از اینکه اتفاق بیفتد برای خودمان حرام می‌کنیم، چون می‌ترسیم که شاید در آینده آن لذت را از دست بدهیم. این ترس به گذشته ما برمیگردد، اینکه زمانهای بسیار لذت برده‌ایم و ورود اتفاقهای جدید را با هیجان در آغوش کشیده‌ایم، اما بعدترها با از دست دادن آن لذت و اتفاقها احساس ناامیدی کرده‌ایم. حالا بزرگتر شده‌ایم و برای اینکه تو ذوقمان نخورد، چه به وسیله آدم‌ها و چه جریان زندگی، به دست خودمان هیجان و لذت را از بین میبریم. دقیقاً مثل زمانی که قرار است به سفری برویم، اما از ترس اینکه به هر حال خوش سفر تمام خواهد شد و پایان می‌یابد، ما خوشحال نباشیم. با کسی دوستی نکنیم و به فعالیت دست نزنیم تا از رنج قرار از سفر تمام شود جلوگیری کنیم. واقعیت انکارناپذیر این است: زندگی قرار است تمام شود. قرار است یک سری از آدم‌ها را از دست بدهیم. قرار است هم گریه داشته باشیم، هم خنده. قرار است آدم‌هایی ضربه بزنند و آدم‌هایی مرهم شوند. قرار است تولدها و مرگ‌ها در کنار هم باشند. قرار است اطمینان کنیم و لذت ببریم و بعضی وقتها پیش‌بینی‌هایمان برای پایداری لذت و اعتماد درست از آب در نیاید. خلاصه قرار است که زندگی دقیقاً طبق برنامه‌ریزی‌های ما جلو نرود. سوال مهم این است: حالا شما قرار است با این همه احتمالات که ممکن است خوشایندتان نباشد، چه کار کنید؟ بسیاری از ما هیجان‌هایمان را، لذت صمیمیت‌ها را، کودکانه شاد بودن‌ها را و غیره را محدود می‌کنیم، چون می‌ترسیم روزی آن هیجان شادی را از دست بدهیم. این رفتار در دراز مدت یک خط فکری ناهوشیار برای ما درست خواهد کرد و ما کم کم از هیچ چیز و هیچ اتفاقی لذت عمیق نخواهیم برد. این خط فکری می‌تواند این باشد که با آدم‌ها صمیمی نخواهیم شد، چون شاید از دستشان بدهیم.
در سفرها لذت نخواهیم برد چون قرار است سفر موقت باشد. پس کلاً لذت نخواهیم برد چون لذت همیشگی نیست و بهتر است کرختی و بی‌احساسی را انتخاب کنیم چون رنج از دست دادنها بسیار زیادتر از حس لذتها و هیجانهای موقتی است. شادی میتواند ترسناک باشد. در مهمانی هستید و ناگهان در اوج خوشحالی و لذت بردن در خودتان فرو می روید. غمی حس می کنید. می خواهید از جمع جدا شوید. با دوستتان بیرون هستید و او دارد از برنامه‌ها و اتفاقها می گوید. می خندد و خوشحال است. ناگهان احساس ناراحتی می کند و دوست دارید سریعتر از او جدا شود و به خانه بروید. خبر خوبی به شما میرسد و بعد از چند دقیقه خوشحالی ناگهان احساس نگرانی میکنید. با دوستتان رابطه صمیمی خوشحال کننده ای دارید و ناگهان روزی نگران میشوید و دوست دارید با بهانه‌ای رابطه را تمام کنید. بیشتر مواقع فرار از صمیمیت زیاد و فرار از خوشحالی درونی واقعی به یک ترس به ظاهر باور نکردنی برمیگردد. ترس از خوشحالی و احساس لذت درونی. شاد بودن در بعضی آدم‌ها احساس اضطراب و گناه به وجود می‌آورد. یعنی درست زمانی که فرد حس می‌کند لذت‌های در رابطه در زندگی در موقعیت‌ها و موفقیت‌هایش بیشتر می‌شود، احساس غم می‌کند. این احساس غم در واقع یک رفتار دفاعی است. به بیان ساده‌تر، در واقع آن کسانی را که همراه با لذت و شادی در فرد بیدار می‌شوند می‌پوشانند. ترس‌های بعد هر خنده گریه‌ای است. اگر خیلی خوشحال باشم آدم‌ها به من حسادت می‌کنند و ترک می‌کنند. اگر لذت ببرم زن یا مرد خوبی نیستم. چون در قیاس با پدر و مادر ناراحتم بیشتر احساس خوشحالی و خوشبختی می‌کنم. آدم‌ها در غم‌ها بیشتر به هم نزدیک می‌شوند. آدم خوشحال بیشتر تنهایی را حس می‌کند. پس خیلی خوشحال نباشم. شادی و لذت زیاد می‌تواند من را مغرور کند و از این دست حرفا. در نهایت حس کردن رضایت و لذت درونی و شاد بودن ممکن است آدم‌هایی را در اطراف ما ناراحت کند چون آنها شاد نیستند. پیشرفت و احساس شادی همراه با آن قطعاً می‌تواند حسادت بعضی افراد را بیدار کند، اما مطمئن باشید رابطه‌ای صمیمانه و عمیق هیچ وقت با خوشحال‌تر شدن و موفق‌تر شدن شما تمام نمی‌شود. شما ترس خودتان را از شادتر و راحت‌تر زندگی کردن کنار بزنید. آدم‌ها خودشان آرام آرام یا از دنیای شما فاصله می‌گیرند یا به شما نزدیکتر می‌شوند. لذت ببرید از هر آنچه هستید، از ناکامل بودنتان و از خوشحالی‌های درونیتان که در عین حال ناپایداری نیز هستند. نگران از دست دادن شادی‌ها و آدم‌ها نباشید. نگران کنترل کردن جریان‌های بیرون از خودتان نباشید. به جریان‌های شادی و لذت درونیتان بچسبید و در نهایت جواب سؤال زیر در بسیاری از آدم‌ها مثبت است. آیا شادی و لذت بردن از زندگی اضطراب آور است؟ راه‌های فرار از درد با انتخاب دردی دیگر. با انتخاب درد دیگری، درد قبلی موقتاً فراموش می شود. فقط موقتاً. اما به نظر می رسد گاهی این آسان ترین راهی است که به ذهن ما می رسد. رابطه‌ای که تمام شده هنوز سوگواری تمام نشده و دردش باقی است که رابطه دیگری را شروع می کنیم. هنوز درد را حسی و مرهمی موقت را انتخاب می کنیم که فراموش کنیم.
این فراموشی زمان زیادی طول نمی کشد و خودش در آینده به دردی دیگر تبدیل می شود. راه حل رهایی از درد تجربه‌ای در درون بدن عمیق و بدون واسطه است. اگر غم است، اگر خشم است، اگر گناه است، اگر عشق است، هر چه که هست حسش کنیم و از آن فرار نکنیم. روزی از تمام دردهایی که در بدنمان گیر کردند خسته می‌شویم. از این پرونده‌های حل نشده ناتمام در قلبمان و آن روز احتمالاً فرار نخواهیم کرد و ناچار می‌شویم با زندگی چشم در چشم شویم. اگر در روی درد بایستیم و تجربه‌اش کنیم، دیگر آدم‌ها نمی‌توانند راه فرار باشند. آغوش‌ها نمی‌توانند مسکن باشند و فراموشی‌ها نمی‌توانند ادامه‌دار باشند. رابطه‌هایی که پوششی برای درد به جا مانده از رابطه قبلی‌اند، شما را آرام نخواهند کرد. آنها شاید اوایل رابطه درد رابطه قبلی را کم کنند، اما می‌توانند بعدها خودشان به درد بعدی زندگیتان تبدیل شوند. آدم‌ها را مسکن‌های موقت نبینید. اول درد را آرام کنید و بعد وارد رابطه بعدی شوید. گاهی ما برای گذر از یک خداحافظی و یا یک جدایی نیازمند کمک گرفتن از یک درمانگر هستیم. همین فرایند که بتوانیم مرور کنیم، صحبت کنیم، احساسهای خوشایندمان را تجربه کنیم و متوجه می‌شویم که معنایی در رابطه بوده می‌تواند کمک کند درد آرام گیرد. سپس زمانی را به گذر درد اختصاص می‌دهیم و به سمت رابطه بعدی برمیگردیم. فرار از درد با انکار و سرزنش. در خاطرات تلخ ما، آدم‌هایی که از دستشان داده‌ایم، در تجربیات بعد، طرد شدنمان در تمام لحظات سختی که داشته‌ایم، واقعیتی وجود دارد که درد نام دارد و روبرو شدن با این واقعیت جهان ما را تغییر خواهد داد. در تمام اتفاقهایی که در گذشته ما رخ داده، ما هم سهمی داشته‌ایم. ما هم قسمتی از آن لحظه دردناک بوده‌ایم، با سعی در پاک کردن و فرار کردن از گذشته‌مان. قسمتی از هویت خودمان را در آن خاطره جا خواهیم گذاشت. این فرارهای مدام ما را خسته خواهند کرد و جایی در میانه زندگی احساس سرگشتگی و معلق بودن خواهیم کرد. فرارهای ما از گذشتهمان انکاری وجود دارد که خسته‌مان می‌کند، انکار واقعیتی به نام درد و سهیم بودن ما در این درد. این کارها به مرور زمان خفه کننده می شود. گذشته‌مان را با تمام اشتباهات، از دست دادنها، انتخابها و اتفاقها در آغوش بکشید. برای رهایی از رنج بهتر است خودمان را بیشتر تو قانون در آغوش بکشیم که در گذشته‌ای که اشتباه کرده، چه در حالی که نگران است و چه در آینده‌ای که معلق است. این گذشته هر چه که است، با هر دردی که دارد گذشته است. اگر فرار کنیم و انکار کنیم، هیچ وقت خود واقعیمان را نخواهیم دید و اگر روبرو شویم و گذشته را به عنوان قسمتی از خودمان قبول کنیم، تغییرات شروع می شود. آرام و آهسته اما شروع می شود. گاهی تنها بودنها بسیار شفابخش هستند. از تنهایی‌ها باید استقبال کرد. تنها بودنها، فرار کردنهای ما را کم می کنند. بعد مجبور می شویم با واقعیتی روبرو شویم که در گذشته رخ داده است. در این واقعیت قرار است قسمتی از خودمان را پیدا کنیم، خطاها را قبول کنیم و بعد وارد فرایند تغییر شویم. خودمان را ببخشیم
و برای تمام خاطراتی که با آنها احساس گناه می‌کنیم برگردیم و به خاطر به درد. پذیرش اینکه ما هم سهم داشته‌ایم درک ما را از درون ما بیشتر خواهد کرد. پذیرش اینکه به کسی زخم زده‌ایم، مورد حمله و زخمی شدن قرار گرفته‌ایم، ما را به شدت آزرده و غمگین می‌کند. اما اگر از خودمان فرار نکنیم، احتمالاً هویت قوی‌تری از خودمان پیدا خواهیم کرد و خودمان را بیشتر دوست خواهیم داشت. فرار از اضطراب. فرار از اضطراب شبیه فرار از گله گرگ است. گرگ هایی که گرسنه هستند و منتظر طعمه. هر چقدر بیشتر بدوید آنها سریعتر به دنبال شما می آیند. منتظر می شوند تا خسته شوید و بعد از ترستان تغذیه می کنند. فرار از اضطراب چیزی را حل نمی‌کند. باید جایی با گرگ‌ها روبرو شد. باید دل به ترس‌ها سپرد. گاهی اضطراب‌ها ما را از درونمان دور می‌کند. از چی می‌ترسید؟ چرا منصرف شده‌اید؟ چه فکری گرگ‌ها را تحریک می‌کند؟ زیر تمام اضطراب‌ها احساسی پنهان شده است که به جای پیدا کردن آن از دستش فرار می‌کنید تا با گرگ‌ها مواجه نشوید. ترس در اوج خود قطع می‌شود، گرگ‌ها محو می‌شوند. پس با گرگ‌ها مواجه شوید. شبیه یک بازی کامپیوتری روبرو که شوید، تصویر آنها به توهم پودر شده تبدیل می شود و زمانی که گرگ‌ها محو می شوند، احساسی که پنهان شده بود دیده می شود. آن لحظه متوجه می شوید اگر ترس‌ها را تجربه کنید، احتمالاً گرگ‌های ذهنی کمتر و کمتر می شوند. و با محو شدن هر گرگ قوی‌تر وارد فرایند روبرو شدن با گرگ‌های بعدی می‌شوید. از گرگ‌ها نترسید، آنها پیام‌های ناهشیار ذهن شما هستند. به سمتشان بروید و ترس را در آغوش بکشید. قبل از تجربه هر درد و احساس ما مضطرب می‌شویم و برای اینکه بتوانیم احساس را حس کنیم باید بتوانیم از اضطراب عبور کنیم و برای عبور از اضطراب احتیاج داریم به بدنمان توجه کنیم و اجازه دهیم اضطراب در آن دیده شود. در اضطراب سطح 1 و 2 بدن می‌تواند اضطراب را ببیند و تحمل کند و بعد از توجه به آن اضطراب کنار می‌رود. اما در اضطراب سطح 3 بدن تحمل حجم اضطراب را ندارد و بهتر است کمی از موضوعی که فرد را مضطرب می‌کند دور شویم و دوباره در فرصتی دیگر که بدن آماده تر است نزدیک شویم. نکته: البته به یاد داشته باشید که ارزیابی اضطراب و بالاتر رفتن ظرفیت ایگو به کمک درمانگر در طی جلسات درمانی با متمرکز شدن بر روی موضوعی که فرد را آشفته می‌کند صورت می‌گیرد. فرار از درد با رویا پردازی. نمی‌توانم کنترلش کنم. فکرها پشت سر هم میآیند. مثلا وسط کاری هستم، بعد میبینم 2 ساعت است که غرق شدم وسط رویاها. به خودم میآیم میبینم من هنوز همان آدمم. قرار است رابطه‌ام تمام شود اما من در ذهنم با کسی که دوستش داشتم ازدواج کردم. 2 بچه هم دارم. نمیتوانم جلوی رویاهایم را بگیرم. میگویند وقتی تو در رویا هستی دردهایت کم میشود. درد این که احتمالاً قرار است تنها شوی و رابطه به ازدواج نرسد یا در رویا محو میشود. فقط دوباره درد را حس میکنی که وسط رویا از خواب شیرین بیدار میشوی. میگویی چه کار کنم؟ خب میگویم یا میتوانیم به رویا پردازی هایمان ادامه دهیم
و درد را فراموش کنیم و یا واقعیت را ببینیم و با زندگی و شگفتی‌هایش روبرو شویم. میگوید دست من نیست این رویاها میآیند، دیگر من نمیتوانم آنها را کنترل کنم. میگویم معلوم است که دست خودت است، از ذهن تو میآیند، اما اینقدر آنها را تکرار کرده‌ای که حواست نیست داری این کار را میکنی. ناگهان به خودت میایی و میبینی غرق در رویا هستی. خودت این رویا را هر روز تکرار میکنی تا واقعیت را نبینی. احتمالاً فکر میکنی دردی که از رویا پردازی های مکرر میکشی از دردی که قرار است از قبول واقعیت بکشی کمتر است. حالا تصمیم بگیریم یا درد رویاهایی که فقط در ذهن تو جان دارند و در خارج از ذهن تو فقط توهم هستند و یا درد واقعیتی را ببیند که مدتها میخواستی از آن فرار کنی ولی هر روز چشمهایت را به روی آن باز میکنی، میگویی واقعیت این است که قرار است دوباره تنها شوم. میگویم تنها شدن دردناک است، اما شاید در این تنهایی رویاهایی هست که در ذهن تو پر و بال گرفتند اما در واقعیت شکست خوردند. باید هر از گاهی رویاها را بازنگری کنید. آیا رویاهایتان شما را از رو در رو شدن با واقعیت دور می کنند؟ آیا رویاهایتان دوباره شما را به شکست غمگینی نزدیک کرده‌اند؟ رویاها واقعیت را تعریف می‌کنند. به رویاهایتان اجازه دهید شما را از دیدن درد واقعیت زندگیتان دور کنند. اگر در واقعیت با در روبرو شوید، یک بار برای همیشه در را تجربه می کنید و بعد با جریان زندگی همراه می شوید. زیبایی ها و سختی ها را می بینید و تمام شگفتی های زندگی را در آغوش می کشید. درد دیگر مثل خور تکرار نمی شود و شما آن را به عنوان جزئی از واقعیت قبول خواهید کرد، اما در رویاهایتان شما زجرش می شوید، چون درد را نمی بینید که بتوانید آن را تجربه کنید و آن را از بدنتان بیرون بیندازید و حتی نمی دانید دردتان کجاست که دارید با آن رویا می سازید. در واقع در دو جهت در نوسان هستید. رویایی که قرار نیست به واقعیت تبدیل شود و این خود دردناک است و واقعیتی که گهگاه آزاردهنده است اما نمیدانی دردش از چیست. به رویاهایمان عمیق نگاه کنیم. وقتی یک بازبینی دوباره انجام می دهیم ما در واقعیت یک بار سوگواری می‌کنیم، او را تجربه می‌کنیم، اما در رویا مدام ناکام و اسیر درد می‌شویم. نامه‌ای به تو. امروز خستگی را حس می‌کنم. چه مبارکی! هر آنچه مرا به تو نزدیک‌تر کند و مرا متوجه تلاش بیش از حد برای کسی به غیر از تو بکند مبارک است. از دست دادن هر تمام شدنی، هر تصمیم نامناسبی، هر ناخوشایند یا خوشایندی که توجه مرا دوباره به تو جلب کند مبارک است. امروز که نشستم و به مسیر زندگی و تلاش‌های آدم‌ها نگاه کردم، فهمیدم چند سال است که خسته شدم، که تو را خسته کردم. امروز فهمیدم چقدر به استراحت احتیاج دارم، به یک خلوت طولانی برای با تو بودن. به تمام آن روزهایی که برای آرامش تلاش کردم از تو دورتر شدم. تمام آن روزهای پر التهابی که منتظر محبت و عشق تو بودم، منتظر دیده شدن از طرف شخصی، مردی، زنی، دوستی، خواهری، برادری، پدری و یا حتی مادری. تمام آن روزها در انتظار بودن، چقدر در انتظار بودن دردآور است. فقط آنهایی که مدتهای زیادی در انتظار بودند این درد را میفهمند.
حالا بیشتر از هر روز دوست داشتن را حس می کنم. امروز که خسته شدم اعتراف می کنم که بیشتر احساس می کنم دوست داشتنی هستم. امروز که خسته شدم تو را پیدا کردم و این مرا غرق لذتی می کند که با هیچ آدمی تجربهش نکردم. زمان زیادی گذشت تا متوجه شدم هرچه بیشتر تلاش می کنم آرامش را با دیگران پیدا کنم بیشتر تو را گم می کنم. بیشتر تو را خسته می کنم. چقدر نسبت به خستگی تو بی توجه بودم. متوجه شدم هرچه بیشتر تلاش کنم برای آدمها و وارد شدن به دنیایشان در نهایت تو را زخمی تر خواهم کرد. زمانی متوجه شدم تو چقدر با ارزش هستی که در تلاش برای آدمهای بی ارزش بودم و تو چقدر با تمام زخمهایی که به تو زدم صبورانه منتظر ماندی. انتظار تو بهترین انتظار دنیاست، اما من میدانم چقدر انتظار سخت است. ممنونم که هیچگاه از برگشت من ناامید نشده. روزی که از تلاش‌های ما برای به دست آوردن دیگران خسته شویم، روز مهمی است. حواسمان به آن روز باشد. روزی که خسته می‌شویم را جشن بگیریم. چون آن روز به کسی نزدیک می‌شویم که احتمالاً سالها پیش گمش کرده بودیم. به خودمان، به بخشی از خودمان که در درونمان همیشه منتظر برگشتمان بوده است. منتظر روزی که دوباره آن را پیدا کنیم و از او محافظت کنیم.